من بخوام ببینم یه جای جنگ میشه یا نه، به خصوص تو خاورمیانه، چون اون جنگی که تو خاورمیانه بخواد بشه اونم از سمت آمریکا، چون آمریکا حداقل 11000 کیلومتر دورتر از منطقه، پس باید یه سری جابجایی‌ها بشه. اصلی ترین جابجایی که من نگاه میکنم تانکرهای سوخت‌رسانه. من میرم ببینم که تانکرهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا چه تعدادشون تو منطقه است و چه تعدادشون داره میاد تو منطقه. چرا؟ چون تانکر سوخت‌رسان به جنگنده‌ای که تو آسمون سوخت میرسونه و اجازه میده اون جنگنده مدت بیشتری تو آسمون باشه، پس عملیات‌های بیشتری انجام بده. جنگنده هم ستون فقرات هر عملیاتی که ارتش آمریکا حداقل از بعد جنگ جهانی دوم انجام داده. حجم زیادی و قابل توجهی تانکر سوخت‌رسان الان داره به سمت منطقه میاد و وارد منطقه شده. طبق یکی از گزارش‌های منتشر شده توی پایگاه هوایی العدید توی قطر، پایگاه آمریکایی توی قطر، حداقل 16 تا تانکر سوخت‌رسان مستقر شده. این رقم واقعا وحشتناکه. 16 تا برای یه پایگاه خیلی زیاده و بازم داره بهش اضافه میشه. حجم قابل توجهی پرواز ترابری C-17 توی کویت، عربستان، امارات و قطر نشسته. C-17 هواپیمای بزرگ ترابری هستن که میتونن تجهیزات بیارن، میتونن رادار بیارن، میتونن موشک پدافندی بیارن و مواردی مثل این. خود ترامپ هم بارها دارن ازش سوال میپرسن، میگن این حجم تسلیحاتی که داری میاری برای چیه؟ خودش بارها گفته که ما صرفا میخوایم تحرکات ایران رو زیر نظر داشته باشیم. همه اینها با توجه به این حمله تروریستی که به ایران شد، با توجه به اون جنگ 12 روزه‌ای که آمریکا و اسرائیل ضعف‌های پدافندی راداری ما رو دیدن و باز با توجه به اینکه تیم‌های همکار با موساد هنوز داخل ایران هستن و این جنگ تروریستی اخیر اثباتیه که نشون میده این تیم‌ها هنوز تو ایران هستن و فعالیت میکنن.